خب بریم اینو با هم دیگه ببینیم، انشالله که مثل عشق ابدی نیستش و از اون بهتر باشه. این دل من آب شد. پس شما کی میرسیم به ویلا؟ تمام محتواهای تا الان این ویلا اکسو، تمام محتوای کانالش نبت مجریه. فکر کنم مجری بیشتر بخواد. شاهیز چجوری بود توی عشق ابدی؟ مجری ویلا اکسو الان اینجوریه، بیشتر از بعدی هم دیده بشه. کار با 4 تا دونه شرکت کننده رو بذارید. لاش کبلگ ناخونه مگه ما باید این ناخون کاری، مگه ما باید این ناخون ببینیم آخه چه وضعشه. تو رو خود تبلیغ رو ببین. اینجام که آشپزخونه ویلاست و از چند روز دیگه قرار بچه ها کل اینجا آشپزی کنن، هم برای خودشون هم برای دوستاشون، کلی هم براش. خدا وکیلی نبکن بابا، یه کم فضانشون بده، یه کم از این ور از اون ور از شرکت کننده ها. آبا اصلا میخوای پوستانر نشون بده. تولید محتوا فقط مجریه، نکنه مجری روز شرکت کننده هاست. چون گلای خوشگل خریدم، دارم ویلا رو براشون قشنگ میکنم و بی صبرانه منتظر دیدنشونم. اینجا ویلا اکس اوه. چی بگم والا، مجری خوبه، بعد نیست انشالله که. چی بگم والا، چی بگم خدایا موندم اصلا. آقا این از این بریم بعدی.